انا لله و انا الیه راجعون. خداوند کریم هم دخترک رحمت کنی، شایسته جنت کنی. آمین. الله اکبر. با والله قسم تا حوزی را باوریم نمیاد که میاد دنیا گذشت. یک ماه دو ماه پیش بودم دخترک می اومد در تیک تاک مرا پدرکه میزد، دستگیری میکرد. دخترک خوبی بود، با خدا دل می سوزش. خداوند رحمتش کنی، شایسته جنت کنی. پدر مادرش در صبر بود. یک خیلی بیناموسایی هست که در کامنتر چی گپای نویسین، های پشتی مرده گپ نزنین. این گناه های هر یک تمام میبریم، هر یک تمام در دنیا خدا میدونه چند سال عمر میبریم. شد همون دو دخترکی که بلوگر بودن ای دنیا گذاشتن، خدا رحمتشون کنه، الهی مهربان در خانواده‌شون صبر جمیل بده. هم ویدیو هم رو در سایت هم موندستین ایو چی جواب میتونم. هم ویدیویی که رقص کردن آخه یا آدمای همین کارو کردین برای پادپیسچیک الله خورتون کنه. همین یک خیته در خانه‌تون آواز اذان نیست، یا براتر نگفتید که خیلی تارت که بس سالما در خانه‌تون نماز نمیخونن. همین یک کس همین شبینین با همین گاو میزنین. و خداوند او را او خیکت بینت در عبرت شو که مرگ یوشی پیری نداره از نه چیکو کردن در کار، توبه کردن در کار. و دلیل کنین هم ویدیو شد همه شای سایتتون و دلیل کنین ای خدا نمیترسین. پاد پیچ شما دم نمیدونم ای اوتاتون بسیار خیلی لایک پاد پیچ که دوست میدارین. الله خورتون کنه، خی خدا رحمتشون کنه، در نصیبشون همی بدای. چی با این پستیم؟ چوه همی پستیگری در ما نمر یکیم در آن نشان میتیم خمونه. Прикинь, 15-16 ساعت پیش امی دخترها ستوریز کرده بودن. همه خوب بود. یک جا میدونستن که یا حوزی با او دنیا میرن. آفرین پدر و مادر یا خدا جاش شایسته جنت کنه همه شونک زشتگی را. پدر و مادرشون صبر جامی بتیا. کسی مرا حوزی نمی ویدیو را نگاه کرده است. اپا و خوارم برادرم التماستون میکنم احتیاط کنه با مد اینستاگرام نشه. ای پدراتون ماشینو را میگیره گاز میتی ستوریز او التماس بس کنه یمی تیمورا نمی چیز با شما را حوزی باید درس بشه. خید کره ما نصیحتگر پسیحتگر نیستم، پروسته نمی چیزا را میبینم که میفورم ببرم گپ زنم برای که аудитория کلون دارم. همه پацаной молодоян میفورم که نگاه کنه، احتیاط کنه، احتیاط کنه، گنیت نکنه، بمانی زندگیتون را نبره، رو یگون چی بره پیشروی کنه. خید کره این کارو را بونه التماس با خدا دلم میسوزه، میبینم داد گنده دلم میسوزه. پروسته احتیاط تمام. خدا جاش شایسته جنت کنه همه مردگی را. کسی نگاه میکنه با شما را ای باید در شود. سیم دبرم شدیم خوبه، سلامتی خوبه، جماعتیم که زوده ماییم برادرم ما نه در سبق قرار دونیم. یه دختر یوش دنیا را پدر رو کار فهمیدی. خدا جوش جهانت کنه. ای برادر جونی ما همه تا دوست میدونم. چی ما استابرا فتاگی استابرا امون برا. ای برادر همین کارو شما را نمیزه با کارو شما میگن تو خود نمیغلطش مودا. اوکی در خانه شما در خانهتون پدر و مادرتون نگوده و تو چطور نگوده زدنتون نگوده گودقتون نگوده تا شما نخواهم خیلی کار کنیم بخدا. یگون تشمو شما را نمیزه با ماشین های کنی. اوکی ها بچه که خیلی کار رو نکنی. خواهش شما را خدا که بخشتونه که بخدا خزان دختر یوش حیف شید بخدا. خدا گریه بگه جوش جهانت کنه دختر یوش نکنین کارو را بخدا. شما را ماشین نخو ماشین سخت کنی. من گفتنم که برادر ما یا بگه دوستم میدونم بخدا خدا این کار نکنین شما با پیش. السلام علیکم. چخیلی که همتون میدونین در دوشنبه یک فالوکه چیدگه که ده کسای دنیا گذشتگه الله جوشون جنت کنه. چی گفتنیم با میدی یک ساعته دو ساعته کیفتون شده سخی نکنه که خودش یک خود کشیده داخل میشه تا کجایی را که همت میدونین به یکون سوال جواب دوزختی میشین. خطونا احتیاط کنین، سخی نکنین. پدر مادر شما را اجده داره با امید شما با امید سخی کردن تو نشین. خطونا احتیاط کنین، پدر مادر شما را نگاه داره. یا نمود زندگی کنین که یک کس شما خفه نشه و یک کس آزار نتین. در چه در پناه الله باشین. باز با امید کیفی چند سکونتا تو نشین، سخی کنین تو جایی را نمیره. احتیاط کنین با خداوند حیات یک بار میتیتا. سخت احتیاط کنین را رودا التماس همه جاتون نگاه کنین. فکری پدر و مادر فکری و فرزنداتون کنین. خیلی با امید سپرس میزنی ای دنیا حرام امری میره.
دیگه خود دیگه اینم یک چیزی خودکشی ایده پاجیز دیگه در وقتی آبادی میبری میره برای همون برادر جونو التماس تونا احتیاط کنی نیروی بالون زده ایست آمده دو ماشین همونجا کفیده دو ماشین یا تشم بزنن کاروچی در میگیرد میکفه ایش هم میکفه ظریف میته از کلکش دهی دیگریش میزنه ایش هم میکفه همونجا آدم را وجود 4 کس مرده گه چند کس مرده گه 4-5 کس